حرکت اول برای گرم کردن حرکت جاگینگه. به صورت آرام در جا شروع میکنیم میزنیم. تو این حرکت باید دستا در راستای کمرمون باشه و دست و پای مخالف با هم حرکت کنه. 10 ثانیه این حرکت رو میریم. دقت کنین همیشه وقتی شروع میکنیم برای گرم کردن تو هر رشته‌ای این گرم کردن رو با جاگینگ شروع کنیم. تو این حرکات میخوایم ضربان قلبمون رو ببریم بالا. بعد یکم تمپو رو میبریم بالاتر و 10 ثانیه شروع میکنیم به این حالت و بعد حرکات دستم اضافه میکنیم. دقت کنین اگه پنجه‌تون پوینت باشه عضلاتتون بیشتر درگیر میشه. 10 ثانیه که تموم شد آرامی نفس می‌بینیم. 5 ثانیه و الان وارد مرحله بعدی میشیم. تو این حالت که میخوایم بریم انگار توی صفحه ارضی حرکت میکنیم. دقت کنیم وقتی که به این حالت جلو میریم نباید زانو از پنجه پا جلو بزنه. یعنی اگه شما این حرکت رو اینطور میرین کاملا اشتباه. به این حالت. بعد اینکه 10 ثانیه اینو رفتین میتونین حرکت بالا تنه رو هم اضافه کنید. ده ثانیه این حرکت رو میرین. دقت کنین یه پا صاف، یه زانو خم. این حرکت هر چقدر بیشتر بشینیم برای اینه که لگن درگیر بشه و بهتر گرم بشه. بالا تنه هم درگیر بشه. خب حرکت بعدی که میخوایم بریم به این حالت 10 ثانیه این حرکت رو تکرار میکنیم. بعد 10 ثانیه سمت دیگه. حرکت بعدی 10 ثانیه. در حرکاتی که میخوایم انجام بدیم تو این حرکت برای گرم کردن دقت کنین که ابتدا در خط طولی حرکت میدیم برای اینکه به عضلمون آسیب وارد نشه. بعد اینکه 10 ثانیه اینو انجام دادیم به پهلو وا میکنیم. در خط فرضی انجام میدیم. این اصول رو دقت کنین که باید رعایت کنیم. بعد از اینها شروع کنیم به حرکت‌های دورانی به این حالت. 10 ثانیه. 10 ثانیه به عقب. این اصول باید تو هم قسمت بالا تنه هم پایین تنه رعایت بشه که ابتدا در خط طولی و عرضی بعدش هم حرکات دورانی رو انجام بدیم. بعدی در حالت اسکات میشینیم. پنجه پا به سمت بیرونه. اگه پنجه پا صاف باشه خیلی وقتی که میشینن زانوها به سمت بیرون حرکت میکنه و این کار اشتباهه. پس پنجه به سمت بیرون نگاه میکنه. بلند میشیم. روی پنجه پا میریم. اسکات میشینیم. تا جایی که میتونی سعی کنیم بشینیم. این حرکت هم 10 ثانیه تکرار میکنیم. تو این حرکت ساق پا ران خیلی این حرکت روی ساق پا و ران خیلی تاثیر داره و واسه گرم کردن بهتر میشه. همچنین تو بالا تنه هم تاثیر داره. حرکت بعدی در همین حالت یکم پامون رو جمع میکنیم. پرتاب دست به پهلو و چرخش کمر. دقت کنین حرکت رو آروم برین که آسیب نبینید چون این گرم کردن عمومیه. تو این حرکت کمر رو با دستامون گرم. بعد اینکه مرحله اول رو رفتیم برای بالا بردن ضربان قلب و گرم کردن اولیه، الان میخوایم بخش شروع کنیم برای گرم کردن و
ابتدا میخوایم بالا تنه رو شروع کنیم گرم کردن. دستا رو به پهلو باز میکنیم، یک حالت نیم دایره از بازو استفاده میکنیم. در جا هم میزنیم همچنین. 10 ثانیه از جلو به عقب این حالت رو تکرار میکنیم. بعد اینکه 10 ثانیه تموم شد، از عقب به جلو. دقت کنید دستاتون رو سعی کنید در راستای شونه نگه دارین و پشتتون هم کامل صاف باشه. بعد اینکه 10 ثانیه تمام شد، حرکت بعدی حرکت دورانیه که به صورت نیم دایره میریم. دقت کنین کامل نمیچرخونین دستتون. تو این حرکت مهم اینه که کتفاتون به هم نزدیک و از هم دور بشه و حرکت شونتون رو کامل احساس کنین که بالا و پایین میره. 10 ثانیه این حرکت رو میریم. بعدش 10 ثانیه از عقب به جلو میریم. کامل احساس کنین دور شدن و نزدیک شدن کتف. خب تو حرکت بعدی که میخوایم بریم در حالت اسکات میشینیم، پنجاه به سمت بیرون. تو این حرکت دستمون میچرخه به سمت بالا و نگاه به سمت جلو. در این حالت به بالا میچرخه. یه زانو کامل صاف میشه، یه زانو کامل خم. 10 ثانیه این حرکت رو تکرار کنید. دقت کنید تو این حرکت هم پنجه پا و در راستای زانو باشه و شوناتون رو کامل ببرید. حرکت بعدی که میخوایم بریم انتقال وزن به این حالت. 10 ثانیه این حرکت رو تکرار کنید. تو این حرکت هم نباید با زانو از پنجه پا بیرون برن. سعی کنید پشتتون صاف باشه. 10 ثانیه این رو تکرار کنید. یکم پاهاتون رو جمع کنید. حرکت بعدی میشینیم. دقت کنید وقتی میریم پایین خیلی به جلو خم نشه بالا طرف. خب حرکت بعدی به این حالت میشینیم، میریم رو دستمون، با دستمون خیلی آروم حرکت میکنیم تا زمانی که در حالت پلانک قرار بگیریم. بعد دوباره میریم عقب. دقت کنین قرار نیست پاشید، همینطوری در حالت نشسته بیایم جلو. خیلی آروم، بدن کامل صاف باشه. ده ثانیه این حرکت رو تکرار میکنید. حرکت بعدی حالت لانج میشینین و به سمت که و دقت کنید تو این حرکت هم نباید زانو پنجه رو جلو بزنه. حرکت چرخشی به این حالت. 10 ثانیه این حرکت رو میریم. کتف رو کامل سعی کنین دو تا کتف رو به هم نزدیک کنین که خوب گرم شه. بعد طرف دیگه باز همین رو رعایت کنین و میریم. 10 ثانیه اینم میریم. حرکت بعدی که میخوایم بریم در حالت گربه میشینیم. حرکت دورانی رو با پامون میریم به این حالت. 10 ثانیه. حرکت بعدی در حالت گربه میشینیم، به عقب زانو رو باز میکنیم، جمع میکنیم تو شکل. 10 ثانیه این حرکت رو تکرار میکنیم. پای دیگر هم میریم.
تو همین حالت گربه به پهلو باز میکنیم. سمت دیگه. بعد اینکه هر طرف 10 ثانیه رفتیم، حالا حرکت دورانیمون رو میریم در همین حالت. میبریم عقب، حرکت میدیم داخل. میبریم عقب، حرکت میدیم. سمت عوض. خب رسیدیم به قسمت آخر گرم کردن، کشش‌های ایستا. کشش‌های ایستا خیلی خوبه که از هر جا که شروع میشه به ترتیب ادامه پیدا کنه و عضلاتمون رو و اون قسمت رو به ترتیب بخوایم کشش بدیم. یعنی اگه بخوایم از سر و گردن شروع کنیم، با کمربند شانه‌ای کمر ادامه میدیم. کمر مهمترین قسمت بدنه که ستون مهره ها رو ما بتونیم به بهترین نحو گرمشون کنیم تا توی انجام حرکت ها آسیب نبینیم. بعد با آرومی میریم سمت لگن، پاها و پایین تنه رو ادامه میدیم. حالا میخوایم گردنمون رو گرم کنیم که مهمترین قسمت بدن محسوب میشه. از خط طولی شروع میکنیم. هر کدوم از حرکت ها رو 10 ثانیه ادامه میدیم. خیلی مهمه که انجام این حرکت ها به آرامی باشه. همین حرکت رو، کشش رو در خط عرضی هم انجام میدیم. حالا نوبت حرکت های نیم دایره‌ای اول به سمت جلو. 10 ثانیه. حالا از عقب. هیچ فشاری به گردنم وارد نمی کنم. سعی می کنم با کمترین حرکت ها گردنم رو گرم کنم. حالا می رسیم به قسمت کمربند شانه‌ای. واسه گرم کردن ثابت، کشش های ایستا به هر سمت که انجام میدم 10 ثانیه مکس دارم. برای افرادی که گردن درد دارن یا کمر درد دارن، بهتره که بدون اینکه دست خودشون رو بگیرن انجام بدن. یعنی کاملا دست ها از هم مجزا و جدا باشه. برای حمایت دستمو میذارم روی شانه، خیلی آروم میکشم بالا، کشش مکس میارم. سعی میکنیم تو این حرکت یک دایره کامل نزنیم. همین رو در سمت بعد. الان وارد مرحله گرم کردن کمر و ستون مهره ها میشیم. کف دستامون رو به هم میچسبونیم. سعی میکنیم بدون اینکه لگن رو به سمت جلو بکشیم. بدن کاملا صاف، فقط بالاتنه و ستون مهره ها رو به سمت عقب. خیلی آروم میکشم شل، فشار رو از روی ستون مهره برمیدارم و دوباره حرکت رو انجام میدم. برای گرم کردن بیشتر کمر، حرکت بعدیمون
کشش و مکس. کاملا دقت کنید که از ناحیه کمر چرخش رو انجام بدید. اگه هنوز کمرتون گرم نشده میتونید از این چند تا حرکتی که میخوام نشون بدم هم کمک بگیرید. پاهامون رو اندازه عرض شانه حتی یکم بیشتر باز میکنیم. دستا رو به سمت پایین میکشیم. کشش رو روی کمر و حتی کمی پشت پا احساس کنید. 10 ثانیه این حرکت رو انجام میدم و خیلی آروم به یک سمت میچرخم. 10 ثانیه سمت راست و 10 ثانیه سمت چپ. موقع بلند شدن خیلی آروم و بدون اینکه فشار وارد کنم بلند میشم. بخوایم حرکت های بعدی کمر رو هم اجرا کنیم، پاها رو بیشتر از عرض شونه باز میکنیم. همین حرکت که توی گرم کردن قبلی انجام دادیم، توی خط عرضی حرکت کردیم، میتونیم کمر رو هم بچرخونیم. کشش ایستا میدیم، خیلی آروم وسط. بعد از اینکه کامل گردن، شونه و کمرمون رو گرم کردیم، وارد مرحله لگن و پایین تنه میشیم. بخوایم کشش ها رو اول انجام بدیم، به خاطر اینکه کمرمون هم به خوبی گرم شد، میتونیم فشار رو روی پا، روی یک پا، کشش توی پای دیگه، دستم به سمت که پاش زانوش خمه، دست دیگم بالا کشش میدم. کاملا دقت میکنم که عضله‌ای که درگیره داخل ران باشه. کمر صاف. برای اینکه بیشتر پایین تنه رو و لگن رو بخوام گرم کنم، بهترین حرکت واسش اسکات هستش. به خاطر اینکه بالا تنم هم زیاد مکس نکنه و سرد نشه، از بالا تنه هم کمک میگیرم. پاها اندازه عرض شانه باز، خیلی کم زاویه پاها به سمت بیرون. وقتی میخوام بشینم، جفت دست میاد بالا، یک مکس. موقع بلند شدن دست رو میکشم. هم لگن رو گرم میکنیم، هم بالا تنه رو نمیذاریم سرد بشه. 10 ثانیه. خب به خاطر اینکه بخوام پشت پام رو گرم کنم، راحت ترین حرکت، ساده ترین حرکت که به ذهن همه میاد اینه که دستا رو بکشیم پایین و پشت پا رو گرم کنیم. ما میخوایم به خاطر اینکه این ویدیو واسه عموم مردم ضبط میشه و ما نمیدونیم چه آسیب‌هایی دارین، چه مشکلاتی دارین، به خاطر اینکه از اینها بخوایم جلوگیری کنیم، پامون رو به این صورت قرار میدیم، بعد دستا رو به سمت پایین میکشیم که فشار زیادی به ستون مهرهای شما وارد نشه. خیلی آروم پا رو جا به جا میکنم. اختصاصی تر هر پا رو هم میتونیم گرم کنیم، یعنی یک پا رو بیایم جلو، یک پا عقب، دستم رو میذارم بالای زانو و با دست دیگه هم پنجه پا رو به سمت خودم میکشم. قسمتی که گرم میشه کاملا عضله پشت پا و زانو هستش. آروم بلند میشم،
پا رو جابجا میکنم. ده ثانیه کشش رو انجام میدم. میام بالا. همونطور که ما گردن رو و مفاصل شانه کمر رو گرم کردیم، خیلی مهمه که مچ دست و مچ پاها هم گرم بشه. برای شروع در یک خط طولی مچ پا و مفصل پا رو گرم میکنم. سمت چپ، راست، تبدیل به یک نیم دایره. و پای بعدی. همان ترتیب حرکت ها و 10 ثانیه تکرار.